فیلم لرد آف وار با بازی نیکولاس کیج داره زندگی یک دلال اسلحه رو نشون میده که من وقتی این فیلم رو میدیدم انگار تاریخ داره برام زنده میشه. فقط یه چیز میدیدم، دونالد ترامپ رو میدیدم که داشت خیلی خوب بازی میکرد و دلالی میکرد. حالا بهت میگم چرا. ببین اگر فیلم رو دیده باشی ببینی که آقای یوری استاد معامله کردن با هر کسی، استاد معامله کردن با هر کسی و براشون فرق نداره که مورد معامله چی باشه. خب وقتی که نگاه میکنم توی جنگ چند ساله اوکراین و روسیه، هر چی که نگاه میکنم برنده اصلی این جنگ امریکاست. یعنی کسی که بیشترین آسیب رو دیده اوکراینه که اوکراین توسط امریکا تطمیع میشد، همیشه اسلحه هاش از اونجا تامین میشده و این تامین اسلحه ها خب مستلزم هزینه است. چه کسی سود میکنه؟ امریکا سود میکنه. توی جنگ ایران و اسرائیل چه کسی داره سود اصلی رو میبره؟ امریکا داره سود اصلی رو میبره. و هر جور که به این قضیه نگاه میکنی میبینی که دلال اسلحه اون کسی که خوب بعد مذاکره بکنه، بلده توی هر بحرانی از اون بحران یه فرصت برای پولسازی در بیاره، همین دونالد ترامپ خودمونه. پیشنهاد میکنم این فیلم رو ببین و علاوه بر اینکه حالا کلی نکته هست و میتونی ازش یاد بگیری، مذاکره کردن، کنترل کردن، مدیریت در واقع احساسات پوش هیجانی، علاوه بر همه اینها تاریخ رو میبینی که داره زنده اجرا میشه. ازش چه درسی میتونی بگیری؟ نظرتو در موردش توی کامنت ها بهم بگو.